به نام خدا. سلام خدمت شما دوستای عزیز. به کانال ملورین با من یلدا وزیری خوش اومدید. امروز میخوام درس دهم یعنی درس آخر کتاب فرست فرندز 1 رو بهتون تدریس بدم و اگر خدا بخواد برای جلسات آینده میریم سراغ کتاب های بعدی یعنی فرست فرندز 2 3 and بعد از اون تموم شدن مجموعه فرست فرندز میریم سراغ کتاب های فامیلی and بیگ انگلیش. خب میریم سراغ درسمون. اسم درسمون هست Big and Small یعنی بزرگ و کوچک. کلمات رو میخونم و بعدش من فایل لیسنینگ رو براتون پلی میکنم. Big 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 به معنی بزرگ هست. Small 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 به معنی کوچک هست. Thick Thick به معنی نازک و thin Thin به معنی پهن یا کلفته. خب میریم صفحه بعدش. Long 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 به معنی دراز یا خیلی بزرگ، عطور. Short 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 به معنی کوچک هست. خب میریم سراغ فایل لیسنینگ. Listening 67. Listen and say. Big, small, thick, thin, long, short. Listening 68. Listen and find. Big, small, thick, thin, long, short. خب میریم سراغ استراکچر امروزمون. جمله معمولیمون هست، نورمال سنتنسمون هست It's big یعنی این هست بزرگ. حالا میتونه توی پرانتز که بیگ قرار گرفته میتونه یعنی متغیره، یعنی میتونیم اندازه های دیگه هم داخل اونجا بدیم. قبلش یه ایتس میگیم و بعدش میتونیم حالا اون اندازه‌ای که میخوایم بگیم رو بگیم. و question sentenceمون جمله سوالیمون هست Is it short؟ آیا این کوتاهه؟ که جوابش هم میشه حالا اینجا ننوشته ولی من بهتون توضیح میدم که حالا بیشتر متوجه بشه. برای پاسخ دادن میتونیم بگیم Yes it is No it isn't یعنی بله این هست نه خیر این نیست. خب Listening 69. Listening 70. Listen and sing. It's small, it's long, it's brown too. It's a violin, here's some music for you. It's small, it's long, it's yellow too. It's a banana, here's some food for you. It's long, it's thin, it's fun too. It's a jump rope, here's a toy for you. Okay guys, please go to next page. page 61 صفحه 61 lesson 4 بخش 4 story داستان. خب اسم داستانمون هست It's your brother
یعنی این هست داداش تو یا این هست داداشت. خب تصویرها رو میخونم و بعدش هم معنی میکنم و میریم سراغ فایل listening. Is it a sister? Is it a brother? Is it a sister یعنی این هست یک خواهر. Is it a brother یعنی این هست آیا این هست یک برادر. It's your brother این هست برادر تو. It's Adam این هست Adam. He's small این هست کوچک یعنی کوچولو منظورش اینه. خب بینیم سراغ فایل listening. Listening 71. Look and listen. It's your brother. Is it a sister? Is it a brother? It's your brother. It's Adam. He's small. Listening 72. Listen and point. Let's do it together. Okay. Listening. خب بینیم سراغ معنیش. Listening 72. Listen and point. Let's do it together. Let's do it together یعنی بیا با هم دیگه انجامش بدیم. Okay. اوکی باش. Okay guys, please go to the next page, page 63, صفحه 61. آخرین صفحه این کتاب هست. lesson 6 alphabet بخش ششم الفبا. 3 تا حروف آخرمون هست. capital X, small x, X sound X or maybe X. گاهی اوقات صدای که و سه و گاهی اوقات هم صدای گ و ز میده. X is for box. box به معنی جعبه هست. capital Y, small y, Y sound ی. Y is for yo-yo. yo-yo به معنی یویو هست. capital Z, small z, Z sound z. Z is for zipper. zipper به معنی زیپ هست. خب میریم فایل لیسنینگش رو پیدا کنیم. Listening 73. Sing. X, X, X. X, box. X, box. X, box. X, 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 X. Y, Y, Y. Y, yo-yo. Y, yo-yo. Y, yo-yo. Y, 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 Y. Z, Z, Z. Z, zipper. Z, zipper. Z, zipper. Z, 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 Z. خب دوستان جلسه امروزمون هم به پایان رسید. آخرین جلسه کتاب First Friends of One بود. انشالله جلسه آینده میریم سراغ درس اول کتاب First Friends 2. امیدوارم که تا این موقع که با همراه بودیم از تدریس ما خوشتون اومده باشه و درس رو متوجه شده باشین. برای تمرین و تکرار میتونید فایل لیسنینگ رو چند بار پلی کنید.
ویدیو رو چند بار نگاه کنید و همچنین از کلمات جدید چند خط بنویسید و با استراکچر جدیدمون هم مثال بزنید. و برای دیدن بقیه ویدیوها لطفاً کانال ما رو سابسکرایب کنید و به دوستانتون معرفی کنید. تا جلسه بعد، خدا نگهدار.